بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم به محضر رهبر معظم انقلاب به نمایندگی از 10,000 رزمنده جهاد اقتصادی در سنگر معادن وابسته به مجموعه از آذربایجان‌های دلیر تا فارس ادب‌پرور و کرمان عزیز و یزد دارالعباده و سیستان بلوچستان رو به توسعه. رهبر عزیز، حقیر حاضر منصور نجمینی و اهل دیار آژقاسم و سرباز آبدیده اقتصاد معدن می‌باشم که سال 68 با تشکیل تیمی از جوانان انقلابی پای در این حوزه نهاده به امروز به فضل الهی دایه‌دار تحقق آرزوی حضرتتان در جایگزینی اقتصاد معدن به جای اقتصاد نفت بوده و با راه اندازی خط فراوری بزرگترین معدن سربروی غرب آسیا و دومین معدن در دنیا در یزد دارالعباده قدم در مسیر جلوگیری از خامفروشی نهاده و پس از 75 سال از اکتشاف این معدن توانستیم با دعای خیر حضرت عالی با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از اونچه شرکت‌های خارجی پیش بینی می‌نمودند معدن را آماده بهره برداری و تولید نماییم. در اینجا آرزویی دارم که بر لب جاری می‌کنم که ای کاش می‌شد افتتاح این معدن که با حمایت سیدالشهدای خدمت به نتیجه رسید در سال جهش تولید به صورت حضوری یا مجازی با نفس الهی شما رقم بخورد. رهبر عزیز، در این بخش افق کاری خود را که انشالله موجب اشتغال از 10,000 نفر به 25,000 نفر طی برنامه 5 ساله خواهد شد بیان می‌کنم. برنامه 2 سال اول شامل 9 پروژه تولیدی در سراسر ایران عزیز که با سرمایه‌گذاری ارزی 200 میلیون دلار از محل صادرات خود و 70% به صورت ریالی و داخلی محقق خواهد شد و همچنین ارزآوری 600 میلیون دلار در سال برای کشور عزیزمان خواهد داشت. در بخش دوم نیز به فضل الهی امیدوار به بهره برداری از طلای تفتان، ذوب روی مهدی‌آباد و تکمیل زنجیره آهن در شهرستان مراس یزد هستیم. از شما ممنونیم که همیشه مدافع بخش خصوصی بوده و معتقدیم که خدای اقتصاد همون خدای جبهه هاست. اگر ما همون رزمنده ها باشیم به محضرتان تعهد میدم که امروز من و فردا فرزندانم که به همراه من سرباز این سنگر هستند هر آنچه در توان دارند به میدان خواهند آورد تا به سهم خود در رسیدن به قله و داشتن ایرانی قوی نقش داشته باشیم. در پایان بیان 2 نکته ضروری است. اول اون که اگر دولت محترم با ایجاد ثبات در ارسال بخشنامه‌ها و مقررات و تعیین عوارض و حقوق دولتی و سایر امکان